داداش خسته نباشی. زنده باشی. چاقال بادوم چند؟ کیلویی 3 تومن. 3 میلیون؟ بله 3 میلیون. 3 میلیون تومن دیگه. بله بله. یه زحمت میکشی یه 2 تا دونه برای ما بکشی. 2 تا دونه. بس 2 تا دیگه آره؟ زیادمون هم هست. 2 تا. چقدر شد؟ بابا نداشت. بعدا چه؟ 20 تومن. 20 تومن. دمت گرم. سینا جان این دمت شما خیلی به حال دادید. دونه ای 10,000 تومن. یعنی 3 نفر بودیم 30 تومن 3 تا دونه چاقاله بادوم. هزینه کردیم برای خودمون. دمت گرم. سیری چند؟ سیری 250. یعنی 75 گرم. سینا این یه سیرش چقدر شد؟ ببین به اینا میگن طلای سبز. خب حدوداً 20-25 تا چاقاله 250,000 تومن. مفت. بعد ما تو ویدیو میگیم فقط ما میگیم فقط مثلا 900,000 تومن یه سینی غذا شما ایراد میگیرید. 1 کیلو چاقاله 3 میلیون تومن. تازه این رفیق ارزون فروش محلمونه. تو 3.5 قیمت دادی. دم شما گرم.